امروز دارم میرم ایکیا. کلی خرید باید بکنیم، کلی وسیله برای خونه نیاز داریم که امروز لیست کردیم، همه رو بریم از ایکیا بگیریم. ببینید حتی اینجا رو خالی کردیم، مسیر رو که همه وسیله رو میاریم تو، مسیر مشکل نداشته باشه، مسیر باز باشه. خلاصه همراه من باشید، با هم بریم ایکیا کلی خرید کنیم. برای اینکه بریم ایکیا من مجبور بودم یه ون کرایه کنم که بتونیم با این ونه بریم اونجا و وسایلا رو برداریم و برگردیم. ماشینی که کرایه کردم رو ببینید چقدر خوشگله این ماشین. من چجوری دلم میاد تو این بار بزنم. نگاه کنید چقدر خوشگله و پشتش رو ببینید خیلی قشنگه. بعد برقیه، باید چارجرشو در بیاریم. چقدر خوشگله این ماشین. حالا بریم بشینیم توش هم ببینیم. اینم داخلشه بچه ها. بعد این پشت نگاه کنید جای بار داره که ما هم وسایل رو باید بذاریم اونجا. ببین ماشا اینجوری بریم دور دور قیتریه انرزگو از ما گذشته. سلام بچه ها. راستی بهتون بگم توی لوکزامبورگ ما ایکیا نداریم، خاطر همین باید بریم لب مرز بلژیک. دقیقا از مرز که رد میشیم همون لب مرز یه ایکیا بزرگ هست. بس رسما باید بریم وارد خاک بلژیک بشیم بخوایم بریم ایکیا، ولی خب خیلی نزدیکه. بچه ما از مرز الان رد شدیم، همین الان از مرز رد شدیم اونو میگیرم. بعد جاده رو ببینی کیفیت جاده چقدر مزخرف شد وقتی از مرز رد شدیم. قشنگ داغون جاده رو ولی توی لوکزامبورگ هم پول دارن، همه جاده ها در نفس خوشی بشید. این هم میگیرم باید اینجا پارک کنیم خیلی شیک و خوشگل. ببینید در کل انقدر فضا داره. ارتفاعش هم زدیم 1 متر و 25 سانت بود. حالا ببندیم بریم و این پوشش هم خیلی خوشگله. ببندیم بریم خریدمون رو بکنیم و بعد بیایم. فعلا خدافظ. با ما همراه باشید. حالا خدافظی کردم، با ما همراه باشید. من میرم داخل الان. خلاصه رسیدیم. بریم کلی خرید داریم، کلی. بعد ماشینم باید ساعت 6:30 تحویل بدیم دوباره. پس فقط ساعت 5 وقت داریم که خریدا رو بکنیم، بذاریم تو ماشین، راه بیافتیم سمت خونه، بذاریم خونه همه رو، بعد ماشین رو بذارم تحویل بدم. خلاصه کلی کار داریم. ببینید اینجا ورودیشه، بعد یه حالت مثلا اکسپوزیسیونه یا نمایشگاهی. ببین همه چی کنار هم چیدن. بعد هر کدوم از این جنسا رو، هر کدومشون، هر تیکشون رو بخوای اینا برای فروش دارن و روش قیمت دارن. مثلا اینجا رو ببینید، مثلا این گازو، این در واقع اجاقو گذاشته 299. بعد کدش هست و اینا همه چی هست زده، هم مثلا موجوده. میری پایین اونجا که جاشه برمیداری واسه خودت میری. بعد مثلا ما این صندلی‌ها رو میخوایم بگیریم ولی مشکیشونه، اینا دونه 17 یورو. Yes, but we want the black one, right? بذار من امتحان کنم ببینم چطوره. It's nice, it's comfortable. بچه ما میخوایم یه دونه تختم بگیریم با توشک و همه چی. بعد اینجا تخت و توشک هست. It's comfortable. خوبه بچه ها، راحته.
من دخترم میگفت این تشکه توش فنر داره، میگفت فنری ها خوب نیستن ولی به نظرم خوب. الان خودش هم امتحان کرد گفت خوبه. بعد اینا هم ببینید اینجا چقدر شیکه این مدلی که اینجا درست کردن با یه نور کم و یه تم دارک. باحاله، دوستش دارم. بعد این آینه رو ما میخوایم بگیریم. این آینه رو میخوایم بگیریم واسه میز توالت تو اتاق خوابمون. ولی فکر کنم ما فریم مشکیشو میخوایم بگیریم، فریمش طلاییه. اینجا خیلی شیکه، از این فضا خیلی خوشم اومد. بریم ادامه. یه دونه از مبلایی که میخوایم بگیریم، فقط یه مبل تک نفره نیاز داریم که میخوایم از این مدل باشه ولی مثلا چوب این رنگی، دقیقا اینو میخوایم بگیریم با چوب تیره، چوب در واقع سیاه، البته سیاه نیست، یه ذره قهوه‌ای تیره است، با این رنگ چیز نشیمنگاهش، همین چی بهش میگم. بعد قیمتش هم 229 بود اونجایی که دیدم. آره نکن 229 خوشگله نه؟ ببین ما رنگ مبلمون این رنگیه، رنگ مبلمون دقیقا همینه، یعنی دقیقا این ست مبلمونه، ولی گفتیم مثلا تغییر بدیم این رنگی بگیریم قشنگ‌تره که همش یه رنگ باشه. خیلی از من تو مخه. ما تصمیم گرفتیم این تخت رو بگیریم، فقط این سایزش 180 که تو اتاق ما 180 جا نمیشه، یعنی جا میشه ولی چون دو طرف تخت پریز گذاشتن بین پریزا 160 بیشتر جا نمیشه. ولی خب همینو با همین رنگ میخوایم بگیریم، اما با سایز 160ش. این 160شه ولی با سایز، ولی رنگ سفیدش، ولی ما این رنگ رو میخوایم بگیریم، این رنگ رو میخوایم بگیریم. بعد الان داریم تصمیم میگیریم که چه تشکی بگیریم واسش. How is life? این یکی خیلی خوبه. این داریم چیزا رو امتحان میکنیم، تشک‌ها رو. بعد زیر تشک‌ها این چوبه که اینجا میذارن تشک‌ها نگه داره، اینا رو هم جدا میفروشن. بعد مدل‌های مختلف داره. ما هم که سر در نمیاریم چجوریه اینا، ولی این دقیقا همون چیزیه که ما ستابیه که ما میخواستیم انتخاب کنیم. به نظر خوب میاد. بچه اومدیم یه ناهار بزنیم وسط خریدمون. بعد ببینید چقدر شلوغه. بعد ولی ما غذامون آوردیم خونه، ساندویچ درست کردیم صبح، با همین اومدیم داشتم بزنیم برای بدن و بریم واسه ادامه. میکروفونم نمیدونم چرا کار نمیکنه، چرا پر نمیشه، جفت نمیشه با دوربینم، نمیدونم چشه. مجبور شدم بدون میکروفون یه تیکه رو بگیرم، بریم نهار رو بزنیم و ادامه مسیر بریم. ببین قسمت نمایشگاهیش تموم شده دیگه، الان ما بریم قسمت پایین و چیزایی که انتخاب کردیم و برداریم و ببریم حساب کنیم بریم تو ماشین. ما هنوز به اون قسمتی که خریدای کلی و نمیدونم تخت و حالا تا من اومدم ویدیو بگیرم اعلاناتشون داشتم میگفتم ما هنوز به اون قسمتی که تخت و نمیدونم تشک و اینا رو برمی‌داریم نرسیدیم، انقدر خرید کردیم. خدا به خیر کنه چقدر واقعا خرید کنیم. خوب شد کامیونت گرفتیم، ون گرفتیم اومدیم. بچه اینا تازه فقط چیزامونه، کمدیه که واسه اتاق گرفتیم، کشوهای تو اتاق. بعد اومدیم اینجا تخت رو برداریم. ببینید تخت چقدر بزرگه، من نمیدونم چجوری اینا رو ببریم تو ماشین، آخه واقعا سخته.
کنیم. خیلی وسیع است بچه ها. بالاخره همه چی رو جا دادیم تو ماشین، ولی واقعا خسته شدیم. اینجا رو ببینید، کلی وسیله بود، خدا رو شکر همش جا شد، ولی واقعا خسته شدیم. تمام عرق داریم دیگه، نتونستم فیلم بگیرم، ببخشید، خیلی سخت بود. بریم که باید یه ساعت 2 ساعت دیگه ماشین رو تحویل بدیم، یعنی جریمه داره. تا ادامه داستان با ما همراه باشید. ما رسیدیم خونه، همه وسایل رو بوده آوردیم گذاشتیم تو راهرو آپارتمان. بعد رفتیم ماشین رو پس دادیم، برگشتیم. یه ذره با ماشین مشکل خوردیم که مجبور شدیم زنگ بزنیم به سرویسشون و هدلاینشون. خیلی اذیت شدیم. همه وسایل رو گذاشتیم اینجا، فقط اینجا رو نگاه کنیم که چه وضعیتی شده. همه چی داریم مثلا این نمایی نیست. اینجا ببینید بسوچی بیم اینجا. بعد این گذاشتیم اینجا. بعد تو گروه پیام بدیم منطقه دوم آسانسور هم نداریم. بعد تو گروه پیام بدیم در همسایه‌ها عذرخواهی کردیم و شب شروع بریم بخوریم و بیایم همه مسائل رو بریم بالا. یه ویدیو ادامه این ویدیو میذارم برای مثلا نصب اینا از اینجور چیزا. اگه دوست داشتین ببینید حتما. این ویدیو رو اینجا تمام میکنم که دو ساعتون بیشتر از این سر نره. امیدوارم که دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایبتون نره تا ویدیوهای بعدی که میخوام رو نصبشون کنم. بچه ما بعد از اینکه شروع کردیم آوردن وسایل ها، وقتی که یه چیزی خوردیم و رفتیم برگشتیم دیدیم همسایه‌مون رسید. بعد به همون برگشت گفتش که کمک کنم بهتون. ما نه مرسی میکنم انجام میدیم خودمون. گفتن نه بذار انجام میدیم. اومدن کمکمون کردن. 4 تایی من دخترم با 2 تا از همسایه‌هامون. ببینید همه وسایل رو توی 5 دقیقه باورتون نمیشه. توی 5 دقیقه همه رو آوردیم بالا. نگاه کنید. تو 5 دقیقه اینا رو هم گذاشتیم اینجا. دستشون در نکنه، واقعا ما نمیتونستیم 2 تایی تو 5 دقیقه بریم بالا. حداقل نیم ساعت میشه. خلاصه بچه ها میرم واسه ویدیو بعدی که سرهم کردن ایناست. اگه میخواین ویدیو رو دست ندین لایک و سابسکرایبتون نره تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدارتون.